آشپزی برام مثل درمان میمونه. وقتی دارم آشپزی میکنم فقط روی این کار متمرکزم. یه جورایی شبیه مدیتیشنه. لحظه لحظهش یه نکته‌ای هست، مثل همین خیارشوری که اسکوئرت میکنه. آره، تو کامنتو برام بنویسید شما خیارشوراتون پوک در میاد یا نه. جدا از اینا کانتنت درست کردن مثل این مونه که پاتو گذاشتی تو سرزمین ناشناخته ها. همه به یه شکلی عجیب غریبن. رقیبم خیلی زیاد. عجیب غریب منظورم کار بلده. هممونم هم بلدیم هم بلد نیست. همین که بگی نمیدونم خودش دستاورد بزرگیه. ندونستن که بد نیست. منم دارم سعی میکنم از ریز و درشت یاد بگیرم. راستی این ساندویچی که درست کردم یه بخشیش مال غذای دیشبه، یه بخشیش مال خیارشور هفته پیش. پیاز ترشیش هم چند روز پیش انداختم. امیدوارم فرصت بشم اینا رو یه بار با هم درست کنیم. یه تمرینیه برای من که بهتر بشم. فعلا خیلی متشکرم.